آرش رئیس یه شرکت بزرگ بود که همیشه به شیک پوشی و ساعت‌های گرون قیمتش پوز میداد. اون روز میخواست یه قرارداد مهم امضا کنه. وقتی داشت از ماشین لکسوسش پیاده میشد، یه پیرمرد با کت کهنه و وصله‌دار راهشو سد کرد و گفت: پسرم، میتونی توی پیدا کردن این آدرس به من کمک کنی؟ آرش با اخم نگاهی به لباسای پیرمرد انداخت و با تحقیر گفت: برو کنار پیرمرد، وقت من طلاست. من وقت آدرس دادن به امثال تو رو ندارم. برو گم شو، بوی گند میدی. و با دستش پیرمرد رو به عقب هل داد. پیرمرد سرشو پایین انداخت و آروم از اونجا دور شد. آرش با غرور وارد سالن کنفرانس شد. همه ایستاده بودن. منشی آرش گفت: آقای رئیس، مدیر هلدینگ بزرگ که قرار روی شرکت شما سرمایه گذاری کنه همین الان رسید. در باز شد و آرش خشکش زد. همون پیرمرد با همون کت کهنه و وصله‌دار اما با یه لبخند سرد وارد شد. همه کارمندا جلوش خم شدن. پیرمرد روی صندلی ریاست نشست. نگاهی به چشمای لرزون آرش کرد و گفت: اومده بودم ببینم کسی که قرار شریکم بشه با آدمایی که براش سودی ندارن چطور رفتار میکنه. اما فهمیدم تو حتی به اندازه این کت کهنه منم ارزش نداری. پیرمرد قرارداد رو جلوی چشمای آرش پاره کرد و از اتاق رفت بیرون. آرش اون روز همه چیزش رو باخت. یادت باشه مقام آدما به جیبشون نیست، به معرفتشونه. اگه تو هم موافقی این ویدیو رو لایک کن و بنویس معرفت.